عرض سلام و درود خدمت شما همراهان و دوستان همیشگی. خوش آمدید به چینل خودتان، چینل خبری و خبرهای این ساعت. دوستان، دو خبر بسیار مهم داریم براتان، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. خبری که اخراج اتباع که دارای برگه سرشماری هستند در استان فارس کلیک خورد، و خبر دوم این که خبر بسیار مهم هست و که دریافت و تمدید کارت اشتغال یا همان کارت کاری برای اتباع افغانستانی. دوستان، عنوان اول ما براتان میخوانم، بسیار دقیق، و بعدی با هم هستیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین و عزیزانی که تازه به چینل ما پیوستن چینل ما را دنبال کنین، سابسکرایب بزنین و گزینه نوتیفیکیشن بزنین روی آل که به محض اینکه اخبار جدید ما به نشر رساندیم شما از او با خبر مطلع شوین و بتونین ما را دنبال کنین. خب دوستان، من خبر به شما میخونم و بعد که در آخر با هم یک صحبت می داشته باشیم در مورد موضوع. اتباع خارجی دارای برگه سرشماری در استان فارس نسبت به خروج از کشور اقدام کنند. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری استان فارس گفت بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی جدید دارندگان برگه سرشماری ملزم هستند از آخر اسفند سال جاری نسبت به خروج از کشور اقدام نمایند. مجید احمدی با اعلام این مطلب گفت خوشبختانه بعد از مدت‌ها بلا تکلیفی و سردرگمی در یک برنامه دقیق و کارشناسی با هدف سرسامان دادن به وضعیت نامطلوب اتباع خارجی در کشور، شیوه‌نامه ساماندهی اتباع از طرف مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ابلاغ شد. وی گفت بر اساس شیوه‌نامه فوق دارندگان برگه سرشماری ملزم هستند از آخر اسفند ماه سال گذشته نسبت به خروج از کشور اقدام کنند و هر فرد از اتباع که نسبت به خروج داوطلبانه و با کرامت اقدام نکند در لیست سیاه وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت و دیگر به هیچ عنوان ویزای ورود به کشور ایران برای وی صادر نخواهد شد. دوستا توجه کردن، میگه که اگه به صورت داوطلبانه شما که خواستین از کشور خارج شوین، بسیار محترمانه با شما برخورد میشه و بعد از اون اگر خواستین دوباره ویزه ایران از کشور افغانستان دریافت کنین به شما بسیار به صورت آسان ویزه ایران داده خواهد شد. ولی اگر به صورت داوطلبانه در بازی زمانی شما اخراج نشین و میگن شما در لیست سیاه قرار میگیرین و بعد از اینکه دوباره برگردین کشور خودتان، حالا به صورت که مثلا یا رد مرز شدین یا که شما را گرفتار کردن، رد مرز کردن، دوباره نمیتونین برگردین به صورت قانونی و ویزا برای شما داده نخواهد شد که به صورت قانونی وارد کشور ایران بشین. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس ادامه داد اردوگاه مراقبتی شیراز واقع در خیابان کار بلوار دهپیاله جهت خروج داوطلبانه عزتمندانه و با کرامت اتباع خارجی به کشورشان آمادگی لازم را دارد و اتباع خارجی میتوانند همروزه به منظور خروج از کشور به صورت داوطلبانه به این مرکز مراجعه نمایند. احمدی تاکید کرد طرد اتباع غیرمجاز و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع به کشور تصمیمات بسیار مهم و حائز اهمیتی است که در حال عملیاتی شدن است. وی در پایان نسبت به کارگیری اتباع غیرمجاز در هر شغلی هشدار داد و گفت با افرادی که اتباع غیرمجاز را به کارگیری کنند با جدیت و بدون اغماض برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. یعنی که بالاخره خودتان در جریان هستین که به صورت غیرقانونی هر جای کار کردین و شما غیرقانونی محسوب میشین و با سرپرستی که کسی رو شما را به کار گرفته با آنها به صورت جدی برخورد میکنن. به گزارش اسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و خانواده‌های دارای فرزند محصل اظهار کرد این دسته از اتباع باید ضمن مراجعه به دفاتر کفالت و ارائه مستندات مربوطه مجوز موقت 3 ماهه دریافت و نهایتاً تا آخر خرداد ماه سال 1404 به همراه اعضای خانواده به کشور خود بازگردند. در ضمن اینا یادآور شدن که خانواده‌هایی که فرزند محصل دارن، دانش آموز دارن، به این دسته از گروه اینا مراجعه کنن به دفتر کفالت و نهایتاً اقامت 3 ماه
یا همون مجوز 3 ماه به اینا داده میشه که در نهایت تا آخر خرداد ماه، یعنی برج سوم سال جاری، تا اینکه به تعطیلات اینا برسن محصلین یا هم دانش آموزان اینا، و بعد از اون میتوانن به صورت راحت و قانونی کشور ترک کنن و برگردن به کشور خودشان. خب دوستا، این موضوع اول بود که امروز شما به نشر رساندم. خبر بسیار جدی هستن که اینا در جریان گذاشتن اتباعی که برگه سرشماری دارن، یعنی در استان فارس خروج اتباع کلی خورد که استاندار اینا گفتن که آقای احمدی باید استان فارس اینا ترک کنن، کسایی که فقط برگه سرشماری دارن و در مشمول طرح 6 گانه اینا محسوب نمیشن. و موضوع دوم ای بود که دوستان بحث دریافت کارت اشتغال یا همان کارت کار و تمدید کارت کار. ببینین دوستا، دریافت کارت کار، کسایی که مدارک دارن، پاسپورت خانواری دارن، کارت آمایش دارن، کارت هوشمند دارن، اقامت دارن، این دسته از افراد اگر کارت اشتغال یا همون کارت کاری خود گم کرده باشن، اینا میتونن که برای دریافت کارت کار یا همان کارت اشتغال اقدام کنن، برن دفتر کفالت و در صورت دریافت کارت کار، که اینا کسایی که مثلا از قبل اصلا کارت کار نداشتن، در صورتی که تازه میخواین کارت کار رو دریافت کنن، از اینا حدود 12 میلیون تومان از اینا دریافت میکنن به خاطر صدور کارت جدید. و اگر کسی که کارت کار داشته و از تاریخ کارت کار کارت اشتغال گذشته و بخواین تمدید کنن، از این افراد حدود 10 میلیون تومان از اینا گرفته میشه بابت تمدید. و دوستا، یک موضوع خیلی مهم برای اساس که در خیلی شبکه‌های اجتماعی من دیدم از دوستان همکاران هستن که میگن که کسایی که برگه سرشماری داشتن و دارن و تمام اینا یک برگه کار و اشتغال گرفتن، میگن که توسط این برگه برای اینا اقامت داده خواهد شد. ولی تا جایی که من خودم فکر میکنم امکان نداره این موضوع، به خاطر که همه کسایی که برگه سرشماری دارن اینا برگه کار و اشتغال گرفتن. برگه کار و اشتغال اینا همه اینا دارن و این موضوع اصلا صحت نداره دوستا، تا جایی که من خودم فکر میکنم. حالا بازم شاید واقعیت داشته باشه، ولی خب تا جایی که من فکر میکنم و این موضوع رو مبرای شما در جریان میذارم، فکر نکنم این بحث صحت داشته باشه در این رابطه که مثلا برگه سرشماری، کسایی که برگه سرشماری دارن و به اینا که قبلا در دوره قدیم دمو حدود 3 سال پیش 4 سال قبل اینا برگه کار و اشتغال گرفتن، این اشخاص و این افراد بتونن که توسط این برگه کار و اشتغال اینا اقامت دریافت کنن. ولی خب فکر نکنم، ولی خدا کنه همچین چیزی باشه، امیدوارم که همچین چیزی باشه که این اشخاص بتونن توسط این برگه و این کارت کاری اینا بتونن اقامت دریافت کنن، ولی همچین چیزی فکر نکنم واقعیت داشته باشه. ولی خب ما پیگیر اخبار با منابع معتبر هستیم دوستان، به محضی که همچین خبری ما دریافت کردیم به سمع شما عزیزان ما و نشر میرسانیم. پس چنل خودتان رو دنبال کنید و با ما همراه باشین. پس تا ویدیوی بعد، دیدار بعد، الله یار و نگهدارتان.